عشقا بچه آمدیم اساسینز کرید میراژ بازی کنیم. اینم قلعه علاموته که دارید تماشا میکنید. الان من گفت لباس بپوشم و کاری که توی تمرین همونجوری که تمرین کرد. حالا یادم نمیاد چیه رو بری گفت مهم نی. الان اومدیم پیش هشاشینا. هشاشی من بریم چی داره اینجا. مگه ایران نی؟ خود چرا این انگلیسی حرف میزنه الان؟ دیپ آف فیت اندازه کافی دیدم و دو فردا تلاش کنیم. ریدی میگه تمرکز تو راه دست میدی. لیپ آف فیت ایشوا میگه الان همه ایرانی هشت قیافه هاشون چیه با ایرانی ها اینجوری نیستن به خدا. فکوس آخوان لیپ آف فیت چه قشنگ میره. بنازم May I ask you something? You may. Back in Anbar, at the palace, I witnessed a meeting between the Khalifa and 5 masked men, order members. The Khalifa was meant to protect the object they discovered, but he knew nothing of their plans for it. He did not even know them by name. How does the most powerful man in Baghdad bend such a fearful knee to the faceless? The Order has held dominion over such men and their empires for centuries, by convincing them of their truth, that they are the natural arbiters of the world. The Khalifa was but their puppet, and the same will be true of whomever succeeds him. The entire Khalifa is under their influence. پشمام اینا همه هشاشینی هن. چرا یارو سیاپوسته؟ خدا ریدید که. Yes, master. Have you seen Mentor Rayhan in camp? He is preparing to receive the Tahiri emissary, master. Thank you. Thank you. داره دوام خفه شو. کجا؟ Find فولاد یا مثل بخواهیم چینه اشتیا فولاد باید پیدا کنیم. Find How is Noor the brave? Have you? اسپیکت فولاد. چه سریع هم آمداد میمون اولین نفر. نظاره میکنید اینجا رو. اینجا همه ایرانی هن. هشاشین همه اساسینا. فولاد چه این اسم یارو هم ایرانیه، مکانش ایرانه، چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ یه ذره از چقدر طول میکشید؟ کلا فکر کنم کمتر از 5% بازی توی قلعه علاموت 4 تا دیالوگ ایرانی واسه اینا ریدید. That is not it. چیه ما؟ وقتی دیالوگ رو رد میکنی همین میشه دیگه. نمیفهمی اصلا چی باید پیدا کنی. No, Get leather that is not a strip. strip of leather. فکر کنم این بد بشه. نه دونا همین بوده. ریحان پشمام همه ایرانیه. چی؟ تاهیر صادقی چی؟ با درک اصلا دیوده کیو؟ داریوش بود فکر کنم. برین استریپ تو ربکا پشمام یه توی علاموت وای نه سرویس پشمام اساسینا رو نگاه کن. این هشاشی سلام داداشم اسمش ایرانی 100% فولاد داریوش ربکا سپیک اصلا مهم نی برام چی میگی.
خب چی داره برامون تولید میکنه؟ Rebecca, ربکا Basim. 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 Are you just wandering the camp aimlessly now? no. I have this letter. بابا بذار بردش اسم دارم دیالوگ میخونم. دیگه چی مهمی داره؟ Training today. چاق پرتابی این تینو I پرتابشون. look forward to it. این اساسینه داشون اسمش اصلا حواسم نبود چی شد. How does training go, ya Sadiqi? No. خب Shall I remind you how to use a knife? نگاه می‌داریم اینجا. خب اول این دودا رو بزنیم. آها Ya Elahi. Well, یا الهی یا سریس you inspired me to train harder. This is the way, ya Sadiqi. با تمام شد. ای بابا ما یه معلمی داشت شما نمیدونم راست میگفت نه برامون تعریف میکنم میگفت هشت داشتیم مثلا نمیرفتن مستقیم بکشن چی مثلا حیوونا مثلا چی آدم مزخرفه ها نمیخواستن راحت بکشن مثلا رئیس رو اصلا بالا دستی اینا میرفتن مثلا حشیش میریختن مثلا تو غذاشون چی مثلا نوشیدنی هاشون بعد اینا دیوونه میشدن ملت میگفتن این دیوونه است بیاد بندازیمش بیرون و اینجوری مثلا رئیس رو اصلا این حیوونا رو جا برمی داشتن قدرت داری به این میگن حالا اینم راست میگفتن چیزی که برام تعریف میکرد ولی درمش میدم خیلی مغز میخواد همچین پلنی باید وو خب رسیدیم از همون جایی که افتاده بودیم پایین اشبا اینجا دیگه اونجا فکر کنم علموته با اشبا Good work. اینجا دارن حشاشین رو تمرین میدن Basim, time for combat training. خب I was surprised. Well, You... No, it is the difference between life and death. باسیم ابن ساق اقل علموته نگاه بدونم چی میخواه بدی People around me. Never turn your back on your opponent. رید که Yes, better. Show me your quick stabs first. quick steps first Good. Yes. حالا اتک همش دیگه Welcome light attack Excellent. There are times when we must put more force into our attack to cause more damage. It will leave you exposed, so time it properly. Now go! That's it! heavy attack Come in strong. Excellent. Now, for defense. You for can defense you can parry your attacks After a few successful After you parries, few successful your opponent parries. will be stunned. Try to parry my attack. try me come on oh ریدی که عجل دادم ای با مال ما ریدیم بزن That's good. یه ضربه دیگه روشن بزن برو Excellent. Some attacks cannot be parried. Some attacks and cannot must be parried dodged. and you must be dodged Prepare instead yourself. بزن دیگه ای وای یادم داج کنم Stay out of your head. stay out of your head Good work. show me what you have bring it on come on Well well done. done Now, let us try a free fight together. Use what you've learned. so let's start man That took me by surprise. Well done. الان که نو دمیج دارم میزنم نو اوی
Where did that come from? این از کجا آمد؟ ریدی که We are done for today, Basim. You're done for today. Basim! Why must we Why stop? must we stop? I learned Learning nothing nothing from from failing. True learning requires action and stillness in equal parts. You have made the action. Now, تو نمیره چرا کاتسینش. do not rush your training. Do not rush your training. صبور باش. Failure is a part of progress. Think on these باخت words and come back. بخش از پروسس. Yes, master. بله قربان. I will. Good. See you بعدم later. میبینم. باش با الان قلعه علمو. وای فکرم جا آره تازه دارن میسازنش قلعه علمو تو خوره. عظمت دیگه. Ahmed will soon go back. ابو جعفر محمد یاس. بابا واسه ابو نداری. I know how close you are. فولاد ابو جعفر. The feathers. خدا ایرانی ها این شکلی نیستن. شلی هندی ها درستشون کرده. May I speak to you in confidence? You know you can. Overheard Mentor Rayhan speaking to an emissary earlier. Mentor Rayhan asked if we may come under attack for dealing with rebels in Baghdad. Are we safe here at Alamut? واقعا نمیشه اینجا ایرانه و اینا انگلیسی حرف میزنن. مثلا 4 تا دیالوگ ایرانی همش می‌خواستیم مثلا And I am so بگی. hungry. We did not make it to the main canyon. Excellent. We will start there. Thank you. Come, Noor. Follow me. ممنون. follow me. Are you looking forward to your initiation? Yes. It feels like I have been preparing my whole life for this. I could not sleep the night before my ceremony. From a... and a small bit of fear. I am to be honest. We all fear the unknown. But a greater unknown awaits on the other side of initiation. You speak of the Order. I see them as monsters from a tale. Hiding in... The massive... She... Quietly, Basim. اینا کیان؟ Find a place to hide. What is this place? We must be near it. We have the element. نمیشه اینا رو الان شتک کرد. Stop making so much noise. الان اینا با چاقو اینجا نگاه. ببین آقا. I am behind you. We must strike fast. Agreed. I am behind you. We must wait for the right moment. What? We must wait for the right moment. Right moment الان میاد. Come here. Got your back if anything is going on. Knockout. دارم میبینم گوست خوبی راشون تو اینجا دی. Do not make a noise. Do not make a noise. صدا در نیار خدا. Your stench must have warned them off. ای وای. Investigate with Noor. It's nothing. خب الان یاد با اینا فایت بدیم دیگه اینجوری جواب نمیده. کامیه چه منو نمیزنید ریدم اوه. Give up. Keep fighting. Remember your training. خفه شو آقا گوزو دوابه چه گویی میخوای بخوری مرد No, this what we must work. خدا شکر We must win the other. Oh let's go. Mercenaries from Bast. Bring it. Yeah. Yes, we ریحان I what? علی علموت الان داره تمرکز میکنه هشاشی وا داره تمرین میکنه فشا اینجا جایی که هشاشی تبدیل به اون قاتلای حرفه‌ای میشدن همون قلعه علموت قزوین افکام هنوز اینترو بازی ما جلوتر نمیترسه
این قایموشک بازی میکنه الان. گرفتش. چه آهنگ خفنی داره. الان فکر کنم لیپ آف فیت یاد گرفت. بپریم برازم لیپ آف فیت دمش گرم یاد گرفت. السلام علیکم. بابا ایرانی درود و بدرود میگن. السلام علیکم چیه با لهجه عربی؟ خیر سرتون ایرانی. قزوین خطرناک، یکی از خطرناکترین شهرهای ایران. عربی اصلا هیچی با مغز با عقل جور در نمیاد. السلام علیکم خیر سرتون ایرانیت. مثلا ریده یعنی روبی صاف، روبی صاف، ریبی صاف، ریدی صاف، ریده. How are you feeling on this auspicious day? نه اصلا انگار ایرانی. السلام علیکم آی ویش کدوم شیشیو دیدید مثلا. اینجا فکر کنم مراسم هشاشین رو میخوام برگزار کنم. مهم نیست. آمردی اوه رفتیم واسه مراسم هشاشین. نه مراسم نیم. They suit you well. How did you feel on that day so long ago? I felt afraid. My palms were slick with sweat and my knees were shaking. اونجاست مراسم هشاشین رو برگزار میکنن. Imagine you being afraid. Allow me to share a secret with you on this important چه day. مراسم باحالی هم هست. Courage means to act in the midst of feeling great fear. این چیه الان؟ خواهی دو کلم حرف بزنی اینجوری میکنن کلاشونو. اوه اون از هشاشین بزرگن. بشمو فکر کنم انگشت تا جا که میرم خیلی کاتینش احتمالا رد کردیم رفته 100% انگشت بشه تو اون چیزه. ها یه چاقو نمیدونم مطمئنم چیه تویش. Basim ibn Ishaq, are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Are you ready to give up who you once thought you were? Ready to sacrifice everything you held close? I am. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Then, out of the dark, you will come into the light. And from the light, you will return to the dark.
او الان میخواد انگوشش رو قطع کنه. پشمام جا رو نکنه کات. اوه بوری الان دیگه هشیاشین شد، رسمی شد. Basim ibn Ishaq, you now follow in the eagle's path. ایدن بلید رو بهش دادن. پشمام. Welcome. You have خب الان well done. Letting your anger take hold again. You have trained me well, Which Roshan. one will I strike with next? My dagger or my sword? When the student finally faces the monster as اوه ساعدوني. سعودین. Noor! درست خوندم سعودین؟ Noor! نمیدونم درست خوندم یا نه. حواسم نبود. Train. Save your strength. He traveled unprepared. Left Baghdad in a hurry. Here. Drink. خب سرفه کرد. Ali, علی he is gone. اون رفته. They took him in the night. They. The order. Bring him to my tent. If Ali is gone, we are blind. The Order has put a fog over Baghdad and their movements. We must go to Baghdad. Roshan, Basim, go with Fulad. Leave at once. رفتم بغداد دوباره. اون تمرینمون تمام شد، رفتم بغداد.